صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، کتاب دوم، باب 1، عصر 21، عصر فرهنگ صلح و وحدت انسانیت. پرینسیپ بدون زورآوری بنیاد نمودن جامعه دموکراتی دنیوی با نظر داشتن سنت و عنعنه‌های دولتداری ملی، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی خلق تاجیک راهی است که ما انتخاب نمودیم و با همین راه پیش می‌رویم. این راهی پیش گرفته حقوق و آزادی‌های کل شهروندان مملکت را تامین نموده، زندگی آسایشته، مهنت آسوده‌حالانه، طرز حیات دنیوی، فعالیت اجتماعی و سیاسی دایره‌های وسیع مردم را پشتیبانی می‌نماید. یعنی روند قطعی بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی یگانه راه آسایشته و مناسب است که ساکنان تاجیکستان را به سوی سعادت هدایت می‌نماید. این راه است که خلق انتخاب نموده است و هیچ نیروی حق ندارد که اهل جامعه ما را از راه انتخاب نموده‌اش باز داشته طرز حیات، عقیده، ایدئولوژی، شکل روحانیت یا فرهنگ و آیین خود را به سر مردم زورانبار نماید. سمت‌های اساسی سیاست دولت ما در راه بنیاد جامعه دموکراتی، دنیوی و بشردوستانه بدون تشکل اقتصاد پیشرفته و توانای ملی همچون ارگانیسم تام و خود تنظیم کننده امکان ناپذیر است. از بس که اکثر کل کشورهای ترقی کرده عالم مناسبت‌های بازاری را به طور قطعی انتخاب نموده در طول 10 ساله ها با این راه استوارانه پیش می روند، ما هم از این دورنمای اقتصادی در کنار بودن نمی توانیم. ما راه ایجاد و بنیاد مناسبت‌های سالم بازاری را پیش گرفته در سمت‌های پیشرفت خویش سیاست اقتصادی را پشتیبانی می نماییم که ماهیت اجتماعی و بشردوستانه داشته باشد. هدف اساسی این سیاست تأمین عدالت اجتماعی در چارچوبه ارزش‌های دموکراتی و وابسته به شرایط مشخص جغرافی و طبیعی تاجیکستان پیش بردن اقتصادیات مملکت می باشد. انقلاب علمی و تکنیکی عصر 21 در پیشروی انسانیت مشکلات نو، مناسبت عاقلانه با طبیعت و به انابت گرفتن قانونیت‌های اکولوژی را می‌گذارد. یعنی به اعتبار نگرفتن قانونیت‌های طبیعت در هم شکستن موازنت موجوده محیط زیست، افلاس کنی اتمسفر، خراب شدن قشر زمین، زهرآلود گشتن حوض‌های آب و دیگر کردارهای کوتاه اندیشانه انسان که خود را به طبیعت مقابل می‌گذارد باعث عکس‌العمل‌های جوابی خواهد شد. هنوز 2500 سال از این مقدم فیلسوف یونانی گراکلیت گفته بود: خردمندی، عدالت و حکمت بزرگ در آن است که موافق قانون‌های طبیعت عمل کنی، به آن گوش دهی و حقیقت را دریابی. موافق معلومات عالمان در قشر پریخ‌های روی زمین که اساساً در گرینلندیا جایگیرند، از غایت گرمشوی اقلیم، آبشوی یخ‌ها سال تا سال می‌افزاید. طی 100 ساله اخیر از یخ‌های آب شده این جزیره آب اقیانوس‌های عالم تقریباً 50 میلیارد تن افزود. ضمن تحقیقات متخصصان آمریکایی هر سال این جزیره عظیم یخپوش بیش از 17.6 کیلومتر کوادراتی ذخیره‌های یخش را از دست می‌دهد. نگفته نماند که 91% یخ‌های کره زمین در انتارکتیکا جایگیرند و گرمشوی اقلیم با آبشوی پریخ‌های بزرگ این قطعه سبب می‌گردد. در نتیجه آب اقیانوس‌های جهانی افزوده برای بسیار مملکت‌های در وادی‌های پست زمین جایگیر بوده خطرها ایجاد می‌کنند و باعث آبخیزی‌ها می‌گردند.
صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.